وصل رضا اینا نبیدا مثل موتور سکه هوندیا ای کیه ای؟ ممرده نه خموش قشنگ هم این اصلا رزیه رنگش رو رنگش رفته سیاسیه امو وقت به چه ایتالیایی لندی موتور این خاصا نفت دسته که چه داشته که دوش آه. نرگوله و نفت ها همه ای فکر کرده امرسی او هم یلیست نوسود برق هم را برقی بیده موتور کو برقیه امرسی او کنه ایشی خوش همسن هم یونس کنه شی هوندا 50 هوندا مانکی ها همین که الان میانا مانکی کو ساخت 1972 ژاپن بخدا از اون همیست بگم روشنش کنیم یلا عدسه آرم پهلوی ایش پاش کرده آقا ببینیش آه. همینجا رو هم بر کاخا یا رضا رضا موتورش چنو بنظرت؟ موتور 6200 ساخت انگلستان تعداد 823 تا تولید داره و 5 درصد آدم ها دارای اتاق لانداله بودن اتاق لانداله بین سالهای 1965 تا 68 تولید شدن که یکی از مدل های 1965 به سفارش دربار ایران بود. مثلا همین تو خود رو داشته؟ نه اونا ماشینش تو کاخ سعدآباد هم بیشتره تو خود ماشین سلطنتیش اینجا هم رولز رویس ها بگم غیر از کاخ این ماشین دستسازه یا این نیوریو قیمت بری اصلا قیمت نداره رضا این خارج است موزدار که یه چقدر بخره موتور 6200 سی سی گیربکس سه دنده اتوماتیک ساخت جنرال موتورز آمریکا رضا این کیلومتر خوش شمار خودرو عدد 1014 رویز میگم رضا یه رضا سواری میده پشتش وازیم ها پشتش مثل لیموزین ها جمعیم او چرا او پشتی واقعا قشنگه بس که داور شد اینا ماشین چنن ماشین تشریفاتی بیدن ها این سقفش ها کلن وازیمو نو بالا اینجا میبینی اینجا دسته میگرفت نه دسته بالایی میبینی وی میسانه دسته کو میبینی وی میسانه مثلا خوش آمدگویی اینا میکنه سیب داشبورد بکسی خدا دنده تو فرمون ها عدد رضا یا قشنگه رضا سی پشتش که